ارزش زمانی نوت‌ها پارت دوم. امروز می‌خوایم نوت چنگ رو یاد بگیریم. اگر نوت سیاه رو به 2 ضربه کاملا مساوی تقسیم بکنیم، هر ضرب برابر است با یک نوت چنگ. یه نکته خیلی کوچیک، اگر 2 یا چند تا نوت چنگ کنار هم داشتیم و کافیه این پرچم بغلش رو حذف بکنیم و با یه خط به هم دیگه وصلشون بکنیم. برای شمارش نوت چنگ آواهای مختلفی هست، ولی رایج‌ترینشون 1 و. براتون یه مثال میزنم: 1 2 3 4. حالا اگر بخوایم همین تمرین رو به جای نوت سیاه با نوت چنگ اجرا کنیم چجوری میشه؟ به ازای هر نوت سیاه 2 تا چنگ میذاریم و شمارشش به این شکله: 1 و 2 و 3 و 4 و. یه بار دیگه با هم دیگه تکرارش بکنیم: 1 2 3 4 1 و 2 و 3 و 4 و. اگر نظری داری یا سوالی در مورد ویدیو داشتی حتما برام کامنت بکن. ویدیو بعدی. خداحافظ.